فشار خونی هستی، مجبوری قرص مصرف کنی. اما یه خبر خوب برات دارم، دیگه نیاز نیست از این قرص ها مصرف کنی. یک معجزه‌ای در علم پزشکی اتفاق افتاده، یه آمپولی به جای قرص ها اختراع شده که شما رو برای همیشه از مصرف قرص ها بی نیاز میکنه. لطفاً با من تا ادامه ویدیو همراه باشید. همونطور که میدونید فشار خون یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی که در سراسر جهان افراد زیادی بهش مبتلا هستند و مجبورن برای کنترل فشار خونشون از قرص مصرف کنن که بعضا ممکنه که فراموش کنن یا تهیه‌اش براشون سخت باشه یا پیدا نکنن. اما خبر خوب و معجزه آسا اینه که یک داروی جدیدی اختراع شده به جای تمام این قرص‌ها. یک آمپوله که شما فقط و فقط با تزریق 2 تا از این آمپول‌ها در سال یا به عبارتی هر 6 ماه یک بار از مصرف این قرص‌ها بی‌نیاز میشید. اما اسم این داروی شگفت‌انگیز چیزی نیست جز زیلبرسیان. این آمپول خیلی خوبه، دیگه فراموشی قرص‌ها رو نداره، خیلی سیفه و واقعاً برای 6 ماه شما رو از ادامه درمان راحت میکنه. فراموش نکنید توضیحات تکمیلی این آمپولا رو تو دیسکریپشن براتون توضیح دادم. منتها لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید تا این علم پزشکی جدید در اختیار دیگران قرار بگیره. سپاس، پر انرژی باشید، روزگار خوش.